چرا مفتول آهن رو انتخاب کردم؟ والا من عاشق خط هستم، رسم الخط. گشتم ببینم شبیه اون خطا چی پیدا میکنم، چه متریالی. تمام متریال ها رو تجربه کردم، حالا از مس، برنج، نمیدونم آلومینیوم، گالوانیزه. بهترینش همین سیاهی و همین آهن صنعتی خشک و بیروحه. خیلی ازش فراری بودم، یعنی واقعا یه دوره من اذیت کرد و گذاشتمش کنار و بعد انگار آهن منو انتخاب کرد. از آهن سخت‌تر شدم تا مثل موم بهش حالت بدم. همه میگفتن 1 سال بیشتر دوام نمیاری، یا مچ دستت میپکه به قول معروف، یا کارت انقدر اشباع میشه که فراموش میشی، تنوع نداره، دوام نمیاری، یا از این حرفا. اونها نمیدونستن من عاشق خط هستم و تمام اون